چه کار میکنی گیلا؟ بس که نه البته تل نداره. ترهیه. چیکاره؟ ترهی. اشته ترهی؟ بابا سکلک یاد گیرم ترهی. سرگی برو به سرک کلون برو اینجا با کجا ترهی نیه برو را خورما کردم به سرک عمومی برو. اینجا نمیشه. نه اینجا با کجا میشه ترهی؟ برو به سرک عمومی برو. خوبه. ترهی که من یاد گیری ها. برو به همون سرک کلون که برو یاد میگیری. گیلا این که تو ترهی میکنی چرا سوار نمیشی برو خورما کردم. چه سوار شد؟ پس اشته توی ترهی میکنی با دست خود ترهی میکنی. حالا خب من میزنم به زمین میزنه دیون سرگی. به زودی یادم میگیری تو سکیل من سوارشی ترهی کنی. پس چی رقم مردم ترهی میکنه؟ به خیالم که عقل کمال مثل مدیری تو هم. بابا سکیل مگر ترهی کنی بعد یاد گیری. درسته. امیته حالا که پشته. امیته که من میفهمم گیلا خوب. امسال تا 2 سال همین وقت که تو امیته نری بزی با فکر کنم هیچ بلد نمیشی. فهمیدی برو رو خدا بلد کار خب برو. به سرک عمومی برو به سرک عمومی برو اینجا به درد نمیخوره. پس که به جلو من نیا. تو جلو شو. جلو شو برو. این دست بیا. کی با تو بگفت تغییر ترهی کو؟ بابا یاد گیرم مسکیل نه دیونه چیار یا دومات بنه. دومات تو گفت گور ترهی کو. کی؟ دومات تو گفت گور ترهی کو. آقا تو مده که مسوار یاد میگیری برو. حالا تو برو. برو بعد به خیر خودی تول دلار نو خدای اومدی بعد. برکی چه کار سکیل البته پنچره یاد میگیرم اونم یاد میگیرم رمضان پنچر شد البته نه یاد میگیرم اشته یاد میگیری خودوشن کن ترهی یاد میگیرم دل ندار البته تل داره بابا پارت امال از 4 ساله شما میشتاره تل داره اشته ترهی میکنی یاد میگیرم چه سوال نمیشی او سوال من به زمین میزنه به زمین میزنه گردنم من بند باشه لنگ نمیرم پس تو چی رقم یاد گیری همین توال ترهی بعد از ترهی ختم یاد گرفتن کار مرز عقل مثل تو ندارم نه کوبرو سکنم اشته میدوی کوبرو خیلی علاق شدم رختم تر شده من مگر یاد بگیر یاد بده دل جمع بیستکی بیا یاد دایی بده که بابا تو یاد دم تو برو کنم تو یاد بدی بیام برو یک دفعه برو بیا سکنم یاد بدی و می حالت زمیدن ما میتونم بدر دوما میفهم پاک مغزا سر تو پیچ شده پاک پکیزه چری نمیایی؟ چری نمیایی؟ بیا این سکیل از کی هست؟ این سکیل از کی هست؟ این از کی هست؟ اشتو آدم میده کی به دست تو دسته این لحظه کاره بیخی درام سیاه کردی شدی بیا آدرس که رفتیه دیدید یاد گیری چند سکو دم بدم ابرستان یاد گیر لگه تیغی تیری تا پیش تو آدم بیاقلی بیده که سکیل خوب دست ازی داده ای تو استاد که خود تو بیا ورق پچخ کرد تو با خدای هرچی میگم استاد که را خود بگیری بیتا برم برو که هم مرز پاکستان هم تیر خواه شدیم برم که کار دارم یا خود عشق بدی لبا خودن بدی لو با بشه به آهنگ دیرشی
شوربتی کلا خوب ببین برای کی میگردی؟ امیت برای میگی لگ میکردم نه بزی کوچه نه بابا سکل به دست پیاده میده بزی سال میده بزی سال کی سکل دومات خومه وردش نگم یاد گیرم میگن چه سواد نمیشه میگم من تعادل خور دست میدم یاره که جیر خو من همین خسور بیری سرگی طور ایت 20 چرخ خور بدادم گفتم کو بده گیلک بو بر با میدوید با میاد او هر خور پچاق کرده رد نکردین که ماری رنج کرده شما سعی کنین که این به شکل باجی مروردش تقرار کرده به در کرده همین شکل همون مرتکه میزنه به جامعه خراب میکنه من به همون مرتکه چی شکل حلده باشه فقط میگی لگن رشویه من گفتی این باجی تیشته او عذیب عقل تره که سکل خوب دست عظیم میده با کجا بوده اونه کوچی براتر همه ضرور دو اونو کیته و عرق رو پچاق کرده بود آخر من جلاد بفتادم پیش سکل بچیش گفتم خوب جای داری بشی ما باشه برون تا همون شکل اپانه نقطه دو بسرم ببرم به سرا ببرم اون سکل اپا مندازه تا هم سرگی شدی او اپا افتاده بابا چی برالی برو چی بگم بری اما نمیگم شما بگی هیچی سکل عجیب است بیار برو به سرا ببرم خب دیگه مجبور یا تا هم من جگاه بشی سکو کیشته میده اون سکل پیاده بلیا با عمر خو که اینا هیچی ندیدم خطور میراتو من براده من کجا علیمی میلاد من چکار کنم ایلا گو مرد همون شکل مردم بیار که مایا برا شکل بردار بیار بابا زیچو بابا بیا دیگه رارو دیدی بیای که من باجه با مایا برای یار جانا بگو بیا با ما یاری کن یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده ما را میبرم گریه نکو زاری کن یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده ما را میبرم شار دیگر میفروشم یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده اما کندلتر پینک شما کفتای نمیفته که نگار کنین دوی کاسی برشه و میگذاریم دونه مرغ میکنیم میگذاریم پیش مرغ چی رقم سکل یاره گلک آخه تو اینجا چه کار میکنی؟ یعنی وقتی برو تمرین کو که اون سکل خوب سے یاد گیری یعنی صبح یاد نداشتم خیلی خوب بود چی رقم دویدن ها خیلی خوب بود من بیشتر میدویدم یا سکل یاره تو از سکل جلوتر بودی من بیشتر دویش داریم یا اسب یاره تو شما هم یاد داریم مثل من میتسکل ای کنیم من نه خوندنی بخونیم ماما کندل من یاد ندارم بخونیم یاد ندارم نون مفتش ده او یاد دارم خوندنی بخونم یک خوندن دیگه هم بخون خب چین 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 شده این دل چی شاکی شده چین 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 شده این دل چی شاکی شده دیر 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 شده این دل با پات پیر شده اگه بدونی میمونم قدر تو را میدونم
این دل خاطر خواد شده تا صبح وسط میخونه. واو واو یاری آفرین آفرین. مردم قلیه توجه، سکل ما بخیر خوشی، انا باز بخیر خوشی یاد میگیرم باز دومات مکه بیای سکل ما بداره به ترهی. آفرین. شما به جریان قلا باشین. درسته؟ یک دفعه دیگه هم اعلان کو. اعلام کن. خوب بفهمم مرد. ماما کندل میگم که یک دفعه دیگه هم اعلام کن. نگو ماما کندل میگم. چی بگو؟ نگو ماما کندل نگو. ماما کندل نمیگم. نه آخه اسم مردم قریه سکل باز میارم به ترهی، باز بیای که من نگاه کنی اشته ترهی میکنم. از ما یاد گیریم عقل کمال. درسته؟ ماما کندل که عقل کمال نداره. روزی که عقل کمال بخش میکردن کجا بودین شما؟ من نبودم، به او قریب بالا بودم. میگم اسم من نگو. میگم اسم من نگو. کندل خان میگه اسم من نگو. اسم من نگو کندل خان. میگم نگو اسم من نگو کندل خان. آبرو مربو بردی آخه چه کردی؟ آبروی ما بردین. چه ریت کارا میکنی آخه؟ هیچی نگو تو سردل خیلی داری. ما رفتم کار نداری. مقصدم سکل خوب یاد گیری. جمع باشون. برو خدا حافظ. یا شما که ما کندل میبینم خیال میکنم البته شما گردباد آورده.